دوستان عزیزمند، اینک رسیدیم به شرط دوم محفل زیبای ظریفان. این صحنه حجبی است. استفاده گیریم دسته یاریان را. این کارش هم میکنی، اون کارش میمونن. این کارش نکنی، اون کارش میمونن. میدونی چی همین مسافه من روزی دراز کارش در همون یک کنج خونهش نه طبخت رو چیه دید مگیرفته کارباری همون روزی دراز تق 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 سر ویران میکنه به هم ترک براتوشه حسه میره چیکار میکنی در مورد دیوان من فرا میشکنیشه در پدر آخوز من یه چیکو با اوچه شده سای من میورم تابه آخی نگاه کنه همین کردن عمل کفانه همین کنده کفانی هم کاری من حاضبه من میدونم تو مصفه های مصفه چی بگو چی بگو هیجا بیا چیگت نکنم کمپی جان تا چیگت نکنم کمپی جان آوازی تا وقت ما پشنو طرف بس که چی بگو همون کار باری خیلی میگم چی روزی دراز همین یک طبق در دست تق 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 سر بایراش کرده آخی کمپی جان تا سال 2021 پیشوی معظم ملت سال روزی سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کرده گرد. آن اکنون بتونی تا سال 2021 عیشات مسافر بخری برگردی کمپی جان. مسافره این نقطی کارو همه بچه هم خوشه جا نمیگون یک سال شده همه شهری گفته خواندنیش روی کردیم یک ساله که بعدا بهتی دیدنیش میریم اهنه که بریم کمپی جانه گیره نکن انا میکرد که رفتم کمپی جان میگه پسی کلچه خلما آزو خرجینی خرده بار میکنی ایسش کدو بار میکنیم انا بعد ایسی بگرد کمپی ایسی میمون میشه خرده باشی خرجین پر میکنیم دو کسا تاری خرده چون میریم پیش خوشدی بچه ما راست میگه مسافر کمپی جان این کمپی رنده انا که کمپی جان چی میگم؟ همین بگو خواهر گفتی یا چیزه یادم زد چی داری دومان مسافر؟ خوب دیدم که همیشه دروازه مالو هوی میشوه و همونجا یک خیلی سفید تارش ده خوشه جانی بچه ما ششتگی های خرجیناش ایسم کلچه فتیق قلمه ایسش باشه هر یا انو را که انو مقدری انو هر یا انو آهی مسافر ساده آخه هم وقتش در ماما میگفتن که چه میگفتن؟ خر دخل دولت های بچه ما به دولت نشوه خر دولت های خیر خدا با دولت شوی و با خر نه و با موشی بگرده مومن الله اکبر خیر مسافر جان همون خیلی گوش که کمپی جان جان بیا بریم ما اوچه اوتاماتیک شمیو اوه اینجا قشلوکی ما زورن نکیم راهش دورن او منظره زبورا بی اوجا که دکو ام پلنگای شیرای گرگای لپای ما کتکی شیر جان کدکیون یا ایسوزگار السلام علیکم پدر و مادری عزیز نام شگیر و گوش بکرده بچم جانم چه بچم نبزی خوبی سلامت بچه ما براتون بزباله شیدهی بچه خیلی نیافی یه جوری بچه ما چه دیگه بچه هم نمزی سلامت دوست خوبی او تا بگو جونان از عروس ما آهی اماندگی هم مسافر اینجا بیا یه جوری بچه اینجا بیا جونه در سر ما آخی او جونش نبده کیه او عروسش بده عروس چه؟ اوه
او جینز پوشیده ای حوزی مودشته همه رنگ کمپیری تک شد شده میگردن توبه حوزی کن. همه چیزه کن میکشن در وقتی ما ایتالی نبود کامپیر خیلی حوزی زمونه همیشه در یا مسافه تو خوشه جان باشم بالا مرد اینجا بیا اینجا بیا میگم همین رفتی خیلی شهری باختر خواندن روی کده چی یاد گرفتی هم؟ چی گرفتی؟ و تا چه عزیز من شهر بختر رفتم این زیباگی این بینای با عشمت این فابریکه ها زهاد ها گل و دکاری ها باز در تو شد از این هم زیباتر نشم ای قلبشم جانمه خیلی دا زیبا شما مرکتی کمپیر رو کرد خیلی شهری باختر بگه او چه جانمه تماشا بری امید الله اکبر پدر و این مادر عزیز من مریم این همه یک چیز دیگر یاد گرفتم بریک یاد گرفتم ای خانه و سوزه بچه داری بچه مرا کبرا کده او چه برک نه بریک یک نمودی رقص در تو شما دشمو نشون میدیم بابا کنیشم ته دیجی ترک از همته نکنیستی باشم گوش کن ما در گروز خدمت میکنم و بین ارمیانا در کو باشم او زیتری رقص نبود او میدون چی رقص بود رقص لزگی که بود ایسی بجان کامپیر جا برای پاپا حبیب نور مگه من جا نفهم بودی مسافه جا تو صبح که یکم او در حبیب نور رو شده او صبح میگم یا مسافه خودم شاکمش بگی تاپی رو به تاوته مایسترو بنو هم مسافه بیا های تا مشکا مسافر تا نبرکی تشی نریسین که تا مسافر جان آن کامپیر جان همون تولک تا نمیاری؟ تاورم بگو ایده کامپیر جان ای کامپیر جان قاقاک بیارم که ترک شد همین قاقاک بیار که ترک کنه ای میبروشه یک کامپیر ای همه رقصی خسرو رقصی میلی خدمانه از من نشان می مسافر جان رفته دستگیرهای زیبا نمیدونی که مسافر مسافر ایجا بیو بیا پشتر خونه در نکاتکر نپیاز نگوز میخونا به بسیار کنه ای کامپیر راست میگوی چی میکنی؟ چی میکنی همیشه؟ خیلی فکر کنی چی دو؟ ای آبزی خروز بنا خوشه جان خوشه جان باشم اینجا بیو برای سری خروز بگی و مهمان در زیافت میتیم دستگیرهای زیبا دسته یاریان دوستان عزتمند
این از اولین ساعت ها ما و شما شاهد اجرای سنتی تجربه دست آریان بودیم تا اونه که به این بخش از یکما خواستگاری سازند دست آریان را برای اجرای بخش غیر کنکورسی استقبال می‌گیریم. قرصک‌های زیبا نیست برای دسته آریان. عزیزان دل، دوستداران محفل، واقعا محفل زیبای ظریفا، امروز ما و شما بعد از بخش سلامنامه به صنعتی تجربه دسته آریان توجه کردیم، تماشا کردیم و نه هر نفر میتواند رو به صنعت ژانری مسکه یا خود از ظرافت آورده باشد و امروز توانستند از این بخش گذر کنند و حالا اعضای حکمان را میبینیم که با صنعت تجربه دسته آریان با آغاز میسازند. 5